اگه میخوای با من باشی باید با این 7 تا قانون توافق کنی. این ویدیو خیلی مهم است. برای عزیز دل زندگیت بفرست. اول اینکه هیچ وقت نباید با دلخوری بخوابیم یا شب رو روی مبل بگذرونیم، چون که میدونه شاید فردا صبح دیگه بیدار نشیم. دوم، هفته‌ای حداقل یه شب باید بریم بیرون، چون واسه روحیه جفتمون خیلی خوبه. سوم، بیا حساس بازی در نیاریم. حساسیت الکی رابطه رو خراب میکنه و نمیذاره درست حرف بزنیم. پس بیا همه چی رو راست به هم بگیم، حتی اگه ناراحت کننده باشه. چهارم، داد و بیداد ممنوع. میتونیم مخالف باشیم ولی داد زدن نه. خیلی راحت میشه با عصبانیت و زخم‌های گذشته همو از دست داد. پنجم، اگه یکیمون داره روزای سختی رو میگذرونه یا ضعیف شده، اون یکی باید قوی باشه و ستون رابطه بشه. ششم، جلوی بقیه همیشه پشت هم باشیم. بعدن تو خونه میتونیم حرف بزنیم ولی جلوی دیگران نه. آدمای منفی از اختلافات ما خوشحال میشن. من اینو نمیخوام. و در آخر هفتم که واسه من از همه مهمتره، بیا همیشه بهم بگیم دوستت دارم و مهمتر از اون نشونش بدیم، چون نمیخوام فقط 2 تا هم خونه باشیم. اگه از ویدیو خوشت اومد لایک و فالو یادت نره.